سه جای میباشه که به فرزند تربیه میدن. یکمش خانه آدم، دومش مکتب، سومش جوراهای کوچه. البته که هر یک فرزند کودک در وقتی بچگی حرکت میکنه، هر یک چیزی که میبینه میخواد یاد گرفتن. ببینید بچه‌ای که انکنون سر میکنن پا برآورده، انکو را رفتن، یا که تا حتی 8 ماه 9 ماه بچه‌ها دیل وقتی گشتن به بالای زمین، به بالای قالین، چی که به دستشون میداره بدنشون میکنن. برای چی؟ تا حتی پاتینگی میوای، ناتازه میوای، چی که نباشه بدنشون میکنن. چون که بچه میخواد هر چیز طعمش دیدن، از روی همین یاد گرفتن. دوستان عزیزم، چقدر پدر و مادر با خبرشون نشون نکار که فرزند برای نیک رو به. از همین سبب تورات نقلش آمده در ما معنی داد کرده، گفته که ها آدم ایت ساده، آدمیزاد میباشه مانندی درخت باره. خیلی که درخت اگر آدم خواهی که بری تغری، یعنی راست اگر خواهی برایه، باید بچگیش حالا نیالچی مایده بودن و باید اگه خیمشه راست کرده بابای بسته مانه که مقصد درخت راست برایه. همچنین بچه برای تغری ماننده کار. خیلی که میخواید که او به درخت میدادگیتون به درخت روی و به بیودگی به مایسایی بیگانه نروه، گرد و اطرافش تازه کرده میگردید که او میدادگیتون به درخت به میوه رو گفته. همچنین به فرزند تربیه که میتید حرکت کردن در کار که گرد و اطرافش دیدن، زیماندن در کار که خدا نکرده جرعای بد پیدا نکنه. چون که نصیحت های میگفتگیتون مانند مایسه های زر بارین، مایسه های بیگانه بارین که آب میدادگیتون به بیودگی نروه. آنم درخت کلام میکنه به امید و مقصدی که به سایه شینم گفته. آدم فرزند کلام میکنه که مقصد به سال پیری عصای پیری شه گفته. آدم درخت کلام میکنه که میوهش خورم گفته. آدم فرزند کلام میکنه که فرزنداش بینم گفته. بسیار مانندیا داره آدمیزاد و درخت. از همین سبب تو را گفته که ها آدم ایت ساده، خیلی که به درخت نگاه بین میکنی که مقصد خوشروی برای سایهش خوشروی شوه، میوه های شیرین تیه، همچنین به فرزند نگاه بین کردن دکار. لیکن چیکار کنیم که امروز به دوستان عزیزم هم خیلی حالت، هم خیلی زمانه به ماها و شما زندگانی کرده ایستادیم که بسیارترین فرزنده ها تربیتشانه نه از پدر و مادر میگیرن، الا از کوچه، از جوره ها، از تلویزور، از اینترنت، هر خیلی کارهای گاه وقتا راهای نامعقولی، راهای ناتغری. لیکن ما پدر و مادر شده دوستان عزیزم غمخور فرزند که هستیم، همیشه نصیحت میتیم، تربیه میتیم. یک خیلی پدرها میگن که ما بچه مکتبی زور بدادیم، مکتبی نحس بدادیم، شو دل ما جمع. که داریم که دوستان عزیزم تربیه فرزند از مکتب نمیبیا. تربیه فرزند میباشه از پدر و مادر همه گاو درون خانه. از این سبب که ما میخوایم که فرزندا به سخونی ما باشن، برای پدر و مادر باشن و نه آنکه خدا کرده به سخونی جوره ها درآمده به راههای بد نروند. ما حرکت کردیم اون کار که خانه ما همه خیلی جای خوشروی باشه، که همه خیلی جای کیف و صفا باشه که فرزند باید گویه که این خیلی راحته، من ابرش نمیبرم. برای همین حالت دوستان عزیز پدر و مادر خدمت کردنشون دکار، از زبانشون با خبرشون دکار، با هم دیگر با وقتی معامله کردن، با وقتی گاو زدن هزار اوله کردن دکار که گپای ما کجا رفته. خیلی که بینیتان در شبای توی معرکه در گردی دسترخوان آدما میشینن، یک خیلی مردم جورهاشون دیده 3 پیاله 4 پیاله عرق نوشیده پوش به پوش نوشیدن میگیرن، زنشان یا نشان شده اتی شلحان دست زده نیغ زده میگه که بس کنید، اختیار ننوشید، درد سر دارید یا کی دولین دارید، کسل میشید یا کی پاک بکار رفتن نکار. همین وقتی نیغ کردن به شو میگه که ما نه، ما آدم یک کیف کنه جورا مدینیم، ما نکنید. بینشان گویا که یک جنگی میدان افسوده. بنا خواست میبینید که دیوشان لباشان به خنده گشته، دست به علی گردنی همدیگر مونده، کله به کله شیته، برخواست خانه میکنن شو صورتکش آمده. صورتکش که بسیر دستخان که نزدیک میشه، برخواست گاو زدنمون دیگه خیلی میشه، رفتارمون دیگه خیلی میشه، شیشترمون داشت دیگه خیلی میشه. برای کی؟ برای صورت. حالا من نمیدونم که این صورت پگه بخونیم به دستی من میبیا به دستی من میدران نمیدران.
کی میدونه که حالا باید با البوم همون کلین داماتی که به تویش آمدیم مدرا و صورتی ما یا که نمدرا، ولی صورت کش که آمده صورت ساده دوب نگفته آدم خودشه تغری نگاه میداره. دوستان عزیزم، فرزندای ما میباشن صورتکشی حیاتی ما، فرزندای ما میباشن صورتکشی حیاتی ما. چه که ما بدون خانه میکنیم همین دیده صورت میکشن. خیلی که اگر آوازی بلند کتی گاوزنیم دوغو پوپسه کنیم اگر آنها هم با همین را میگن هزار بعد گوید که جان ددش نکو این کار را داد گفتن نقص نه این ناتربیه این ناشرعی گاو فایدان داره. چون خودت که داد میگی به گفته نمیتونه که داد گفتن کار نقص نه. آدمی که برای یک جل میگیره با هر یک پیپسودگی پیچیده یک گپ بانه کرده جنگ و جنجال میبراره، بعد بچهش میبینه که جوراش کتی کوچه با جنگ کرد ساده میبیا به نصیحت میته بگه که جان دادش آدمگیری خیل نیست، آدم باید خیل کنه، باید آدم رحمانه، آدم باید جوراش عزت کنه. بچه شرم میکنه با پدرش گفتن که داده آدم نصیحت میته دمین که پا به خودتان گوید گفته نمیتونه. از این سبب دوستان عزیزم آدمیزاد باید خوب اوله کنه که اگر خواهیتان که فرزنده بس خود شما باشن دیگه های گناهگار نکنه تان نگویتان که اسرائیل گنده بوده زمانه گنده شو زمانه گنده نشده اسرائیل گنده نیستک همش نقص خدا بشکر. ماها گناهگار خدا ما که به همین اهمیت نمیتیم، خدا ما خدمت نمیکنیم. هفتهش کتی کار اپاگای تان نمازگیر کار پرناسا رفتن نکار کار کم نکار دیگه علاج نیست. نمازگیری لازم آمد یک شب توی یک شب بر میتسوا یک شب وشوا یک شب شینی خوری یک شب دامانداران هر شب خدا بشکر هر یک سبب است که اسی اونسون رفتن نکار. هفتهش کتی پدر مادر بسیار ترین وقت خانه نیستیم. هفته یک بار خانه بودگی ما کی شبی شبات همین شبی شبات بایم آدم ها اوقات میخورون و من هفتهش کتی کاری وزمین کردم گفته من حالا گفته درامده خواه میرون. بچه اکی تربیه گیره بچه گجا کلان شده بس دست خانه پدر مادر می یا کی تربیهش اکوچه گیره. دوستان عزیزم به همین اهمیتی کلان دادن نکار که هفته یک بار شبات به شبات که با امروی زون و فرزندان مصر دست خانه میشینیم معامله خوشروی کنیم با هم دیگر گپای خوشروی گوزنیم نصیحت های خوشروی گوییم شیرای شبات خونده تعریفات خدای گوییم میری تو را و ترسی خدای به دیل فرزندا آب کرده باید راریم. لیکن این خود از خود نمیبیا به این خدمت کردن نکار. هر یک شباتی که میبیا هر یک پدر مادر اوله کنج نکار که غیر از آنه که من با آنها خوراکواری نوشگواری شیرینواری خریدم آنهای خور گفته خالتی خالی راست نمیشنه گفته میخورونم این جسد کلام کردن برای نشامای کلام کردن برای عقل کلام کردن چی ما میکنم. خیلی که آدم با بازار رفته خرید میکنه با کبود شبات گوش میخره می میخره مرغ میخره مایای و شیخار میخره نان و نان تاقی میخره که مقصد سر دستخانه آراسته کنم که زنو بچه هم خوران گفته همین خیلی هر یک پدر مادر باید پیش از شبات شته یک کتابو با کرده یک پاراشه دیده بران یکم معنی خانن یکم معصه یکم ماشالله تو امشاله یاد گیرن که پکه سر دستخانه شته من با بچه هم چی فهمانم که روحشان کلام کنم نشامهاشان کلام کنم عقلشان فراوان کنم گفته. دوستان عزیزم چرا شلحان شبات چرا زمین خوردن آدم میتونه خدا ترسیه به دیل فرزند را آوردن میتونه که قدری سروده سرخانه دانسته قدری این زمانه دانسته نیکی های خدا به شکرانه کرده که خیلی سیری و پوری خدا به شکر دور شده و خیلی دوران حاله به دنیا نشده خیلی خدا به شکر حضور و حلاوت سیری و پوری از داد خدا هیچی کم نیست. از ما و شما یک طلب از ما و شما یک طلب همین شوی شبا سر دستخان کشتیم یه زمان ما نکنیم دل ما نکنیم گرچند دیگه یکم گفت سبب باشه که ما بجل ارساده این جله گرفته آسکک با یک طرف مانیم گویم که هفته یک بار من سر دستخان زنو بچه هم کشتیم هفته یک بار همین هم اگر آدم باری نشینم فرزند تربیه اکجا میگیره. انا در آن وقت دوستانی هست اگر هم خیلی خدمت کنیم اگر هم خیلی اوهله کنیم هم خیلی حرکت کنیم البته که خیلی که حقایم گفتین هیچ تدلوت حدسی مزال از بنده حرکت و از خدا برکت. ما که
حرکت کنیم. خداش براخای داده. الهی که هم فرزندای کلام میکنیم، با سایه فرزندا شینیم. فرزندا بری تورا، بری میسوا بسخونیم، پدر و مادر باشند. دستگیری پدر و مادر شوند. بری تورا و میسوا همیشه با دل گرم چسبیده باشند. چه که مراد داریم به مقصد و نیکی ما خداوند تعالی به نیکی بخورسندی رسانه. فرزندای روز نکیشان بینیم. آمین و آمین. بنده شما راوی لیل من منخیم خیموف.